موفق ترین آدم ها همیشه بیشتر کار نمی کنند. گاهی کمتر کار می کنند و بیشتر نتیجه می گیرند. اگر تو هم مثل اکثر مردم هر روز سخت تلاش می کنی اما جلو نمی افتی، احتمالاً یکی از این 4 اشتباه مرگبار را مرتکب می شوی. اشتباه اول، به تعویق انداختن کارها. همه ما گاهی کارها را به فردا موکول می کنیم، اما وقتی این کار به عادت تبدیل شوند فرصتها را از دست می دهیم. موفقیت معمولا نتیجه کارهای کوچک و مداوم است، نه تصمیم‌های بزرگ و نادر. هر کاری را که کمتر از 2 دقیقه زمان میبرد همین حالا انجام بده. اشتباه دوم، مقایسه کردن دائمی خود با دیگران. مقایسه مداوم باعث می شود احساس کنی همیشه عقب هستی. مردم معمولا بهترین لحظات زندگی خودشان را نشان می دهند، نه مشکلاتشان را. به جای مقایسه با دیگران خودت را با گذشته خودت مقایسه کن. اشتباه سوم، نادیده گرفتن یادگیری. دنیا به سرعت در حال تغییر است. اگر مهارت‌های جدیدی یاد نگیری، به مرور زمان از فرصت‌های بهتر دور می‌شوی. روزی فقط 20 دقیقه مطالعه یا یادگیری یک مهارت جدید می‌توانند در طول 1 سال تفاوت بزرگی ایجاد کنند. اشتباه چهارم، زندگی بدون هدف مشخص. وقتی هدفی نداشته باشی هر مسیری میتواند تو را از خواسته هایت دور کند. لازم نیست هدف بزرگ و پیچیده‌ای داشته باشی. فقط بدان قدم بعدی چیست و روی آن تمرکز کن. حالا از بین این 4 اشتباه کدام یکی بیشتر در زندگی تو دیده می شوند؟ در کامنت ها بنویس و اگر این ویدیو برایت مفید بود آن را به دیگران هم به اشتراک بگذار.